ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 48. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. زنی مرد گردیده. مرا گفت ملا رحمت، این تابستان یکی از بایهای بخارا که برای پله خری به مرغیلان می رفت به خود میرزا روی خط نویس کرده همراه خود برد. کارخانه پله خشکانی خوجه من در شهر مرغیلان در کنار یک جوی آبشاری واقع شده بود. در درآمد کارخانه خانه، ایوان و بالاخانه‌ای بود که ما در آنها خواب و خیز می کردیم. دیگر طرفهای کارخانه را بخخانه پله بغدیهی، انبارهای پله گذاری بر این بناها فرا گرفته بودند. در میان جای کارخانه رفچه های بالایی هم که در زبان آنجا وی را سوپچک می نامند بنا یافته بود. در آن رفچه ها پله های بغداده را برای خشکانیدن پهن می کردند. در آن کارخانه یک جوانی بخارایی دیگر بود که شب و روز در آنجا در بالای پله های خشک و تر پاسبانی می کرد. غیر از من و آن جوانی پاسبان، دیگر همه کارکنان و کارگران آن کارخانه مرغیلانی بوده. بیشترین کارگران مردکاران را زنان، دختران و پسر بچگان خردسال تشکیل می کردند. کارگر مردان در پله بغدیهی و بارکشانی مشغول بوده. زنان، دختران و پسر بچگان خردسال از صبح تا شام در زیر و بالای رفچه ها کار کرده پله ها را به خیل ها جدا می کردند و پله های آفت زده را از میان پله های درست چیده می گرفتند. در وقتهای گرمی کار از بخارا یک بای که با خوجه ما آشنا بوده است به مرغیلان رفته در کارخانه ما منزل کرد. او روزهای بازار مرغیلان بازار رفته از آنجا شاهی، اطلس و بی قصبهای بابی بخارا را خرید می کرد و دیگر وقتها همیشه با ما بود. خوجه ما باشد در کارخانه هفته از یک شب بیشتر نمی خوابید و او هر روز به بازاری اطراف فرغانه برای خرید پله رفته شبانه هم در همان بازارها می خوابید. در کارخانه من، جوانی پاسبان و آن بای مهمان همیشه در یک جا بودیم. کارگرزنان و دخترانی کلان سالتر برای کار از خانهشان با فرنجی آیند هم در وقت کار فرنجی هاشان را به میخهای ستونهای رفچه ها آویخته می ماندند و به سرشان یک سرانداز گرفته کار می کردند. البته این سرانداز روی آنها را تماما نمی پوشید.
در رفت کار از سری کارگر زن به گردنش می فرامد که دقت کننده روی آن زن را تمام دیده می توانست. بای مهمان هر روز در بالاخانه نشسته از آنجا روی آن زنها را از نظر می گذرانید و این کار خود را به ما شوخی های پیرانه گفته توصیف می کرد. ظاهراً جمال یکی از آن زنان دقت آن پیرمردی 60 ساله را به طرف خود زیاده کشیده است که کم کم شوخی های پیرانه او به جدیت های جوانانه بدل یافت و او از بالاخانه پایین فرآمده در نزدیکتری رفچه ها برای خود نشستگاه ساخته از آنجا آن زن را در زیر چشم خود گرفت. یک بیگاهانی بعد از کار وقتی که ما 3 نفر در یک جا نشسته آش می خوردیم، پیری جوان گردیده آب دهانش را چکانده حسن و جمال آن زن را توصیف کرد و در رفت سخن خود گفت: روی زیبا و چشمان سیاهی پرخمار آن زنی جوان مرا دوباره جوانی 25 ساله گرداند. اکنون کسی در کار است که میانه روی نموده عرض محبتی مرا به او رساند و او را راضی کند که هیچ نباشد یگان شب تن خود را در آغوش من اندازد. من به این آرزوی آن پیری سال خورده مقابل برآمده گفتم: کدام زنی جوان هرچند وی هر جایی و سبک پای باشد هم تنی گرمی خود را در آغوش سردی شما می اندازد؟ این زنان و دختران در این کارخانه از سفید شدن روز تا تاریک شدن شب کار کرده 7 تین مزد می گیرند که از نیم تنگه بخارا هم کمتر است. اگر به آنها 50 یا 100 تنگه را نشان دهید آغوشی سردی من آن سو ایستد در یخ برجه هم می درآیند، گفت او در جواب من و علاوه کرد: فقط میانه روی هنرمندی در کار است که این معنی را به آن زن صاحب جمال رساند. موسفید خاموش مانده به فکر فرو رفت و ناگهانی سرش را برداشته به جوانی پاسبان روی آورده: دادر، تو از جانب من به همین زن یک گپ پرتافته بینی چی؟ گفت. مگر من به شما دلگی می کنم؟ گفت جوانی پاسبان آتشینانه. من در حال پای آن جوان را که در پهلوی من نشسته بود به اشارت آرام زیر کرده خود به صفت اصلاح کننده بین آن پیر و جوان به گپ در آمده: دله کسی را می گویند که در میانه زنان و مردان ویران میانه روی کرده مزد می گرفته باشد و این کاری پست را کسبی همیشگی خود کرده گرفته باشد. گفتم و بعد از آن به جوان رو آورده دوام نمودم: تو که از جانب این موی سفیدی پدرمانندت به آن زن گپ می پرتایی هیچگاه دله شماریده نمی شوی، چون که تو از این پدر به مقابل این کارت مزد نمی گیری. نهایت تو این کار را یک بار به خاطر موی سفیدی این کس می کنی. اگر این کس از این کاری تو خرسند شود در حق تو دعا می کنند و بس، دیگر چیزی نمی دهند.
جوان زهرخنده‌ای کرده خاموش می ایستاد. موسفید سخنان مرا تصدیق کرده درباره من گفت: قربانی آدمی دانا شو می گویند که این تماما درست است. ملا رحمتی ما از سرتراشخانه برآمده باشند هم به شرافت مدرسه دانشمندی گذرا و قدرشناسی پیرسالان شده رفتند. موسفید به جوان پاسبان رو آورده: برادر، تو نصیحتی اکملات را به گوشت گرفته دعای این پیر غلام را گیر. اگر از جانب من به آن زن یک گپ پرتافته بینی کارت پیش نرود هم تا زنده ام در حق تو دعا می کنم گفت. جوان مانند آنکه او را کژدمی نیش زده باشد پیچ و تاب می خورد، اما با اشارتی من خودداری می کرد و زهرخنده می نمود. من بعد آن صحبت جوان پاسبان را در خلوت دیده به او تعلیم دادم که خود را با آن موسفید دل سیاه به میان روی راضی بر این نشان دهد، اما با آن زن چیزی نگفته و گپ نزده از نام او با این پیرسک سودا کرده یک مبلغ پولی او را به دست درآورد و بعد از آن من باز راهی چی کار کردن را نشان می دهم. در روز دوم آن جوان برای آن زن از آن مرد 100 تنگه رویانید. من به آن جوان نشان دادم که از آن پول یک فرنجی بخملی نو، یک چشم بندی نو، یک کرت لازمی زنانه اطلسی نو را با یک کفش و محسی زنانه کلان پای نو از کجا باشد برای یک شب کرا اجاره کرده گرفته بیارد، یک شیشه چه عطری خوب هم بخرد. جوان آن چیزها را یافته آورد. ما این اشیا را در یک خانه پایانی پنهان کرده ماندیم. جوان با تعلیمات من به موسفید در همان شب آمدنی شدن زن را خبر داد. بای آن شب از پول خود برای ضیافت آن زن طعام‌های گوناگون فرمود. از بازار قرص و قنفیت هم خریده آورده دسترخوان را آرا داد و یک شیشه شرابی خوب هم خریده آورده ماند. وقتی که روز به بیگاهی نزدیک رسید من به موسفید گفتم: من امشب به مدرسه رفته می خوابم تا که به عیش شما خلل نرسد. این جوان به شما خدمت می کند و از بس که او میانه رو است زن از وی نمی رمد. من که بیگانم و به بالای این قیافه ملایی دارم از من رمیدنی او مقرر است. پیرکی باز به تحسین و آفرین من لب گشاد. قربانی آدمی الفت شو گفتند که راست گفت او و در حق من دعا کرد. من دعای او را گرفته از بالاخانه پایین فرآمدم و در آن خانه که لباسهای زنانه را پنهان کرده بودیم در آمده خودم هم پنهان شدم. به جوان هم درباره آن شب چیها کردنش تعلیمات لازمه را دادم. شب شد، تاریکی همه جا را فرو گرفت. زن هنوز نمی آمد. موسفید بی طاقتی می کرد. جوان او را تسلی می داد که زن شوهرش را به یگان جا گسیل کرده بعد از آن خواهد آمد. موسفید برای تسکین دماغ سوزی خود که از دیر ماندن زن پیدا شده بود هر زمان یک پیاله شراب می نوشید. بخاری شراب به دماغش زده بی طاقتی او را باز هم زیادتر می کرد. چون بی طاقتی موسفید از حد گذشت به حال تباهی او رحمم آمد. زود لباسی زنانه را در بر کرده
خود را به شکل یک زنی جوانی فرنجیدار ساختم. عطر را هم سر تا به پایم زده خود را خوشبوی هم کردم. فرنجی را به سر گرفته چشم بند را برو کشیده با 1000 گونه ناز و کرشمه از زینه بالا برآمدن گرفتم. صدای غرچ غرچی کفش و محسی قزانیم باید دل موسفید را بی طاقت کرده باشد که از جایش جسته خیسته به شبگهی بالاخانه برآمد. دامنی کرته اطلسم که دراز بوده است از زیری دامانی فرنجی جوانانه بیرون برآمده زمین را روفته می رفت. مگر این حال هوسی پیری سال خورده زنباز را دوبالا کرد که آبی دهانی به لبانش شاریده فرامده را لذت گیرانه با لبانی خود لیسیده و مکیده می گرفت. ظاهراً بوی خوشی عطر دامانم از خودم پیشتر به موی سفید رسیده او را به طرف خود کشیده بود که او بی اختیارانه به طرف من پیش دوید. اما جوانی پاسبان او را با اشارت به آرام ایستادن فرمان داد. من به بالاخانه در آمده به گوشه‌ای رفته در کناری دسترخوان همچنان در زیری فرنجی نشستم. عاشقی دل سوختم مرا گشته برگشته به طعام خوری تکلیف نموده ایستاده دست دراز کرد که روی مرا کشاید. اما من با دستانم از درون فرنجی و چشم بندم را محکم پیچانده گرفته به کشادن رویم راه ندادم. جوان از روی شبگه به یارمندی من رسیده موی سفیدی بی طاقت شده را با اشارت بیرون طلبیده برآورده به او گفت: چیزی که شما به او پیشکی دادید حقی قدمی او بود. با آمدن او آن پولی شما تمام شد. اکنون باید با روی نمایی او را راضی کرده بعد از آن فرنجیش را از سرش گیرید. کاری زنبازی بازوری نمی شود. در این کار زر در کار است. زر هر چگونه زنی سرکش باشد هم با دیدنی زر رام می شود. زر بر سری فولاد نهی نرم شود گفتند. من از پسی چشم بند می دیدم که موی سفید دستانی خود را به سری سینه اش نهاده در جواب فرمایش های جوان به چشم گویان به بالاخانه در آمد و در پهلوی من نشسته از کیسه اش 5 سوم برآورده با آدابی تمام و پیشی من گذاشته التماس کرد که اجازت دهم تا که رویم را گشاید. من با ناز و استغنای مغرورانه دستم را به فرنجی پیچانده آن پول را به دور تیله دادم. جوان به موی سفید به زیاده کردنی مبلغ اشاره کرد.
مویسفید باز 5 سوم زم کرده 10 سوم را پیش من گذاشت. من همچنان تا به 25 سوم رسیدنی آن مبلغ پول را رد کردن گرفتم. چون دیدم در هر باری که از کیسهش پول می براید جانش هم از دهانش برآمدن می خواهد، به افت و بشره‌ای پر اضطرابی مویسفید رحمم آمده 25 سوم را رد نکرده آرام ایستادم. مویسفید دید که زنی سرکش رام شده است، دستان خود را دراز کرده بی طاقتانه فرنجی و چشم بند را از سرم برداشت که از همه جای من پیشتر چشمانش بریشم افتاد. مویسفید یک باره: وای این چه حال؟ من در عمری خود باری یکم زنی مرد گردیده را دیده ایستادم. گویان خود را پس کشید. خنده من و جوانی پاسبان بلند گردید. مویسفید هم باری اول با ما همراه شده خندید و بعد از آن در گریه در آمده: شیطان مرا رسوا کرد، لعنت خدا باد به شیطان گفت. این چنین لعنتی خدا به کسی هم باد که به اغوای شیطان می درآید. گویان من سخنی او را پره کردم. بعد از آرام یافتنی خنده ما و گریه مویسفید، او به سخن در آمده: هر چیزی که من تا حال به شمایان دادم حق حلالی شمایان بود. باز به شمایان 25 سوم مهرانه می دهم که دهانی خود را مهر کرده این سیر را به کسی نکشاییتان. گفت و خود به غنداشتن و بستنی چیز و چارهایش در آمد و سحری بر وقت به ما باز 25 سومی دیگر داده راه بخارا را پیش گرفت. ملا رحمت در آخر حکایت خود گفت: بعد از تمام شدن موسم پلغنداری من به شهر آمدم که او در بخارا نیست و دل مویسفیدی درون سیاه به وعده ما که درباره فاش نکردن راز خود از ما گرفته بود پر نشده از بخارا به سمرقند کوچیده رفته است. من در آن وقت حکایه ملا رحمت را باور نکرده بودم، لیکن در سال 1912 خودم در مرغیلان در همان زواد پلکی ملا رحمت حکایه کرده بود مانند همین یک واقعه را دیدم. بعد از آن سخنان ملا رحمت را باور کردم و در وقت تحریر کمبودی های حکایه او را با چیزهایی که خودم دیده بودم پره کردم. این مجلس تا ساعت 2 بعد نیم شب دراز کشید. من در بخارا باری یکم صحبت آدمانی زنده دل و ادبیات دوست را دیده ایستاده بودم که از حیاتی تا آن وقت در آن مدرسه دیدم
بسیار فرق داشت. داماللای کنجکی هم و هم آشان او در پیش اینها به نظر من مرده برین می نمودند. درست است که آنها هم در قطار میهمانان خود در موردهای خنده می خندیدند، اما خنده آنها مانند خنده خرسی بابازاده بی حس کردنی سبب خنده بود. من حکایت خرسی بابازاده را در قسمهای آینده یادداشت‌هایم نقل خواهم کرد. دلیل کاروانی اشک ماهی سرد را مانم، دلیل کاروانی اشک ماهی سرد را مانم، اثر پرورد داغ حرف سایی درد را مانم، اثر پرورد داغ حرف سایی درد را مانم، شکستی رنگم بر دوشایی میکشم در این دشت از ضعیفی کاهی باد آورد را مانم، شکستی رنگم بر دوش آیی میکشم محمیم، در این دشت از ضعیفی کاهی باد آورد را مانم، در این دشت از ضعیفی کاهی باد آورد را مانم، با خود آتش زنم تا گرم سازم پهلوی داغی، که از افسرده خجالت حرفی گفت دارم، ندامت وقت فکر دارم، سراپا این خیالم دعوی نامرد را
فرد را مانم. نشکی زیب میجگانم نایی بالا افغانم تپیدنم نمیدانم دل بی درد را بروی صفحه‌ای آفاق بیتی فرد را مانم. بروی صفحه‌ای آفاق بیتی فرد را شما گفتار 48م را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.